سلام به روز 13 یا 14 فکر کنم به روز حالا دقیقش رو نگاه میکنم بعدم بهتون میگم. نکن یا رو صفحه می نیستم تمش نکن خرابکاری نکن. صبح بخیرم که نه ظهر بخیر. دیشب به خاطر که ماریا بیدار بود تا صبح امتحان واسه امتحانش منم بیدار بودم و دیر بیدار شدم. اینجا هم ترکیده یه صدم ساله نشون میدم. بله پدرم در اومده امروز بریم من ناهار دیروزو دوباره گرم کنم بخورم چون خیلی گشنمه و بعد شروع کنیم تمیزکاری اینجا و کارهای دیگه. برم برگردم میام قیمت دلار رو اینا میگم بهتون. برو بریم. خب آقا من سعی کردم که اینجا رو یه ذره تمیز کنم. فعلا گذاشتم تو ماشین ظرفشویی اونایی که باید بشوره. یه مقدار دیگه‌اش مونده. بله تا موقع یه سری چیزا تو خونه‌مون نیاز به چسبکاری داره. یکی داره فریزره. بله من دیروز اومدم بازش کنم کشیدم نگو که شکست و الان هم چسبش بزنم. خب چسبش بزنیم اینو تا زنگ بزنم نمایندگیش بیاد یه در دیگه بیاره. چسب خب این از این یه مقدار اینجاشو چسب بزنم ترک داره میتونه فعلا کار کنه. چسبوندمش اینو بذاریم. چیز دیگه ای که نیاز به چسبکاری داره تو خونمون بازی بلاده. خب که این کارتا شروع کرده از هم جدا شدن. دوتاش حداقل جدا شده فعلا. از اولم این یکی دوتاش یه ذره شل بود نمیدونم چرا ولی خب بریم یه دور دیگه اینو چسب بزنیم. همون جایی که خودش چسب زده سعی میکنم چسب بزنم. شما هم تو خونتون چیز بیزایی که خراب میشه رو چسب کاری میکنید یا نمیرید یه دونه جدیدشو میخرید. حتی به الهاد ما انقدر بازی کردیم واقعا برامون به سرفست گرفتیم یکی دیگه بخریم ولی خب الان در دسترسمون تو ایرانه و اتفاق خاصی هم نیفتاده. این مثلا کارتای دیگهش نیست که خراب شده باشه. این تاثیر خاصی نداره چسبوندنش. این از این قسمت خالیش که مهره میره الان چسب است. امیدوارم خوش زودتر و حالت برآمده پیدا نکنه که دهنمون سرویس شه. پاکش میکنم با انگشتم مثلا چسب رازی که کار خاصی نمیچسبه درست بیا. اگه شما هم چسبکاری میکنید وسایلتون رو مراقب باشید. مثل من لباساتون رو به فنا ندید به خاطر چسب زدن. من خیلی این کارو کردم. مثلا میبینی واسه یه چیز 10,000 تومانی که چسبش زدم یه لباس گرون رو به فنا دادم. بچه نظرتون بنویسید چون میخوام یه سری ویدیو تو همین چنل بذارم که آموزش بورد گیم باشه. اگه موافقید حتما نظرتون رو بنویسید پایین. خیلی وقتی میگم نظر رسید فقط میگید نظر دیگه رسید. درسته چیزایی که تو ویدیو میگم نظر بنویسید دیگه. میخوام بدم یعنی میرم میبینم مثلا 70 تا 80 تا کامنت 3 تاشون راجع به اون موضوعی که گفتم کامنت بذارید کامنت گذاشتن. خب این دو تا رو گذاشتیم اینا باشه بغل قشنگ خوش بشه. کار اصلی امروزمون اینه. امروز 22 میه. بذار اول اونایی که نگفته بودم بگم. امروز 22 میه 2023. قیمت دلار تو ترکیه 21.45 صدمه. USDT 20.87 رفته بالا. ممنونم ازش واقعا. میریم تو خود در افزار ویجت های اندروید چرا اینجوری هم بعضی وقتا کار نمیکنن. دلار تو ایران هم رفته بالا شده 52,756 51 خورده بود دیروز. رفت بالا. برای قیمت لیر 2640 دیروز 2500 خورده بود. همه چی داره امروز میره بالا. بله ممنونیم واقعا. تبلیغ. قیمت طلا گرمی 2,586,000. سکه بهار آزادی 28,200,000 رفته بالا. چقدر رفته بالا؟ 27 میلیون بود. امامی هم 32,432 بود. یا ابوالفضل بدبخت شد. خب یوتیوب کلا اینجوریه که 21م
حساب کتابای حسابتون رو میکنه، پولایی که قرار بده رو مالیات آمریکا رو کم میکنه و اینا، پولو میزنه 21. اصولا 21 اگر تعطیل باشه، یعنی دیروز که یک شنبه بود، پول نمیاد، 22 میاد. ما روزای 22 روز حساب کتابمونه و پرداختیامون. بریم بشینیم که حساب کتاب کنم که چقدر پول اومده، چقدر باید به بقیه بدم، چه کار باید بکنم. فقط یه پیام بدم به ادیتورای عزیز که بگن چند تا ویدیو ادیت کردن. این از ترنم و همین. اما حساب کتاب کنم دیگه. فعلا من حساب کتابامو کردم و اینا، الان زدم بیرون، دارم میرم. ماریان تانشو داده، مثل اینکه خوب داده. اصلا خودش یه جشن کوچولو همینجوری از دانشگاه اومده گرفته. با بچه‌ها رفتن کافه نشستن. دارم میرم کافه، گفتن تا هم بیا. دارم میرم ببینم که چه خبره کافه. یه چیز بزنیم، یه ذره انرژیمون بیاد بالا. امروزم همچین انرژی ندارم. خیلی بده که هر کاری میکنی انرژیت بالا نمیاد. خیلی افسردگی مزخرفه. امیدوارم هیچ کس گیرش نیفته. خب داشتی توضیح میدادی. ماریا میخواست خودشو به زور وارد ولاگ کنه. بچه‌ها امتحانم همونطور که دیدین نکن تمشک به خدا. میشه بگی ساعت چنده؟ تمشک یه لحظه اجازه به خدا همه جای پای منو فقط تو اینطوری هی چنگ لک شده همه پا میخورم تا. خب جونم براتون ساعت چنده؟ ساعت 20. میدونی آخرین باری که من واسه بچه‌ها ویدیو گرفتم ساعت چند بود؟ ماریا ساعت چند بود؟ ساعت 5 بود، داشتم میرفتم کافه. نه ساعت 7 برگشتنی هم گرفتیم. نه چی گرفتیم؟ یه ذره گرفتیم تو کوچه. من میرختم. بله. گفتم امتحانم قبول شدن. بله. از اون موقع تا الان چیکار کردی؟ امتحانم قبول شدم. بذار من یه نه بگو چیکار کردی؟ نه بذار توضیح کلی بدم قبلش. وقتمون رو نگیر. نه نقدر امتحانم بچه‌ها واقعا یه 2 هفته بود. اصلا در هر روز مثلا در بهترین حالت 5 ساعت میخوابیدم. خیلی کم خواب بودم. ولی خوابم نمیبرد چون خیلی استرس داشتم. اصلا نمیبرد واقعا. ایده خرس میخوابید. ایده خرس نمیبرد. کش منو. بعد دیشب که کلا نخوابیدم تا صبح. درس میخوندم. چرا اینجا به هم ریخته اصلا. درس میخوندم. تازه هم مرتب کردم. خیلی حالا واسه تو سنم. دیشب که تا صبح نخوابیدم کلا، یعنی یه شب کامل نخوابیده بودم. بعدم که امتحانم قبول شدم دیگه خیلی خوشحال بودم. اومدم خونه ساعت 7 خوابیدم. ساعت 12 شب بیدار شدم. بله. و الان تازه همچنین خوشگل کردم که ویدیو بگیریم. بله ویدیومون مسائلش رو داریم حاضر میکنیم. یه ویدیوه 2 تا ویدیوه. خونمون همچنان خیلی به هم ریخته است چون همچنان نتونستم خونه تمیز کنم. ولی قول میدم یه روز تمیز بودن این خونه رو توی این ولاگ ببینیم. توی این ولاگای روزانه ببینیم. من میکنم قطعا. نکن مامان. من قرار بود بقیه اون ظرفا رو بذارم تو ماشین ظرفشویی، هنوز نذاشتم. اونا هنوز اونجاست. این به دخترم نگاه کن گوشمو نخور. خب سلام. با بچه‌ها خداحافظی میکنید. خدافظ. دیگه ولاگو تموم کنیم. نه. بریم ویدیو بگیریم. ولاگمون تا صبح ادامه داره. نه شاید ادامه داشت. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. قبل از اینکه برم یادم نره اینجا میذارم ویدیوهای یوتیوبی که امروز دیدم. ماریا یه علامت سوالیه پشت دوربین، خب که اصلا آدم نمیدونه چی هم بگه. باور کن که خیلی نویز داره. وقتی اینو میذاری بعدم میبینی. ماریا بذار کارم بکنم. ویدیوهای یوتیوب که دیدم امروز ولی دستکاری نکن به خدا. اگه اون ویدیو خراب بشه خب همینجوری میذارم با فوشایی که بهت دادم بعدش. بابا اصلا دست نزدم دارم نگاه میکنم. عجبا ویدیوهای یوتیوب که دیدم امروز رو میذارم براتون. منو بگیر. خرجایی که امروز کردیم یه دونه کافه رفتیم
دیگه چیکار کردیم؟ آها خرج یارو خرج کردیم. قبض آب، قبض برق، اجاره خونه، قبض اینترنت اینا رو پرداخت کردیم و رفتیم کافه. دیگه خریدم کردیم، رفتیم سوپر واسه ویدیو خریدم کردیم. چی شده؟ امیدوارم خوشتون اومده تا فردا روز 14 هم تموم شد. ماریا 365 روز 14 روزش رفتم. خیلی زحمت خیلی، یعنی 351 روز دیگه مونده. خدافظ.